حدود 3000 ساله که این شی خارق‌العاده گم شده. شیئی که میتونه هر چیزی رو که به دستش برسه به قدرتی عظیم تبدیل کنه. حالا این مختصات رو میبینید؟ حدس میزنید این مختصات به کجا اشاره دارن؟ وقتی بشنوید احتمالاً با تعجب خواهید گفت که نه، امکان نداره و شاید بسیاری از چیزها رو زیر سوال ببرید. پس اگه کنجکاوید که بدونید صندوق عهد که گفته میشه در نزدیکی قیامت به دست حضرت مهدی خواهد رسید کجاست، پس بیایید با هم دیگه این ویدیو رو شروع کنیم. لایک ویدیو و سابسکرایب کردن چنل فراموشتون نشه. فردریک راجرز یکی از چهره‌های برجسته مهندسی برق بود. این نابغه در سال 1869 متولد شد. کار خودش رو به عنوان یک دستیار ساده ریاضیات آغاز کرد، اما با گذشت سالها او به عنوان استاد مهندسی برق و فیزیک در مؤسسه لویس و سپس رئیس دانشکده مهندسی به شهرت رسید. اما اون چیزی که راجرز رو از دیگران متمایز می‌کرد شجاعت اون در فراتر رفتن از مرزهای علم بود. اون به دنبال چیزی متفاوت بود. نه آزمایش‌های آزمایشگاهی و نه پیشرفت‌های صنعتی هیچ کدوم توجه اون رو جلب نمی‌کرد. اون در پی ردیابی رازی بود که در قرآن کریم و تورات ذکر شده و حتی از فناوری امروز هم فراتر بود. فردریک به دنبال صندوق عهد بود. وقتی که راجرز توصیفات صندوق عهد رو با دید مهندسی بررسی کرد، به چیزی شگفت‌انگیز پی برد. به نظر اون این صندوق مقدس صرفاً یک نماد دینی نبود، بلکه دستگاهی تکنولوژیکی با قدرتی عظیم بود. یک منبع انرژی قابل حمل. خداوند به حضرت موسی علیه السلام دستور داده بود که این صندوقچه رو چگونه و از چه موادی بسازه. بر اساس این دستورات صندوق باید از چوب عقاقیا ساخته میشد. این چوب به خاطر مقاومت و موندگاری شناخته شده است. درختی که در بیابان به راحتی یافت میشد، اما اصلاً معمولی نبود. ابعاد اون تقریباً به اندازه یک یخچال امروزی بود، اما موضوع فقط به ابعادش خلاصه نمیشد. خداوند جل جلاله به حضرت موسی علیه السلام فرمود داخل و خارج صندوق رو با طلای خالص بپوشان. هنوز هم راز این ماده که برخی معتقدن منشأ فرازمینی داره کاملا حل نشده است. در مورد صندوق عهد هم میبینیم که این ماده اصلاً معمولی نیست. به نظر شما چرا خداوند به طور خاص دستور داده بود که این صندوق با طلا پوشونده بشه؟ این جزئیات اونقدر قابل توجه بود که قرنها بعد دانشمندان رو به فکر فرو برد. علاوه بر این قرار بود که دور صندوق یک نوار طلایی تزئینی یا به عبارتی یک خط مرزی قرار بگیره. این نوار نمادی از جدایی بین امر مقدس و غیر مقدس بود. روی درپوش صندوق هم باید 2 فرشته قرار می گرفتن. اینجا رو لطفاً خوب دقت کنید. این فرشته ها باید روبروی هم قرار می گرفتن، با چهره هایی به سمت یکدیگر. بالهاشون هم رو به بالا به گونه‌ای که به هم برسن. اندازه‌گیری های دقیق، روکش های طلا، عایق چوبی و همه اینها به نظر می رسید که اجزای یک مدار الکتریکی باشند. راجرز معتقد بود که این ساختار شبیه یک خازن ابتداییه، سیستمی که میتونه بار الکتریکی ذخیره کنه. جزئیات قابل توجه دیگه 2 فرشته روبروی هم در روی درپوش بود. به نظر راجرز اینا مثل ترمینال های مثبت و منفی عمل می‌کردن. اگر ارتباطی بین سطوح داخلی برقرار میشد، این سیستم میتونست به یک منبع الکتریکی با ولتاژ بالا تبدیل بشه. اما راجرز به تئوری ها بسنده نکرد. گفته میشه که در اواخر دهه 1930 با امکانات محدود سعی کرد نمونه ای اولیه از این دستگاه رو بسازه. گرچه اسناد رسمی این آزمایش ها رو تایید نمیکنه، ولی برخی منابع میگن که این آزمایش به دلیل تجمع غیر قابل کنترل انرژی نیمه کاره رها شد. تجهیزات آزمایش نابود شدن، اما شایعات حاکی از اونه که تخلیه الکتریکی کوچکی رخ داد که خطر جدی ایجاد کرد. صندوق عهد هر کسی رو که اون رو میدید مسحور میکرد، اما نزدیک شدن به اون میتونست که به مرگ منجر بشه. درون صندوق علاوه بر الواحی که خداوند به حضرت موسی علیه السلام داده بود، وسایلی از خانواده موسی و هارون علیه السلام هم قرار داشت. لمس بی اجازه صندوق برای هر انسانی فاجعه بار بود.
حتی گفته میشه 2 پسر حضرت هارون، ناداب و ابیهو، به دلیل ارتباط با آتشی ممنوعه در سایه صندوق عهد جان خودشون رو از دست دادن. این آتش ناشناخته آیا در واقع تخلیه انرژی ذخیره شده در صندوق بود؟ این سوالیه که ارزش فکر کردن داره. در زمان حضرت داوود علیه السلام، هنگامی که صندوق از جایی به جای دیگه منتقل میشد، نزدیک بود که واژگون بشه. در اون لحظه یکی از مردان با نیت خیر دستش رو دراز کرد تا صندوق رو نگه داره، اما بلافاصله روی زمین افتاد و جون خودش رو از دست داد. صندوق عهد تا به امروز در بسیاری از فیلم‌های سینمایی از جمله مجموعه معروف ایندیانا جونز به عنوان موضوعی جذاب حضور داشته. اما این صندوق چیزی نبود که افراد معمولی بتونن به اون دست بزنن. حتی در هنگام حمل و نقل هم لمس مستقیم اون ممنوع بود. در 4 گوشه صندوق حلقه‌های طلایی قرار داشتن که تیرک‌های چوبی بلندی از میان اونها رد میشد. به این ترتیب بدون اینکه کسی با صندوق تماس پیدا کنه، میتونست که اون رو با حفظ فاصله حمل کنه. گویی این صندوق مثل یک دستگاه هسته‌ای تابع پروتکل‌های ویژه‌ای بود. در برخی متون مقدس اومده که افرادی که اون رو حمل می‌کردن باید سر، ریه‌ها و اندام‌های تولید مثلی خودشون رو می‌پوشوندن. این اقدامات حفاظتی شباهت عجیبی به اقدامات احتیاطی امروزی برای کار با دستگاهی پرتوزا دارن. یه فاجعه دیگه هم برای کسایی رخ داد که به هشدارهای خداوند توجه نکرده بودن. در شهر بیت شمش برخی از مردم از روی کنجکاوی جرأت کردند و به داخل صندوق نگاه کردند. طبق روایتی از ترجمه‌های تورات 5070 نفر و به روایت دیگه 70 نفر در این حادثه جون خودشون رو از دست دادن. صندوق عهد نه تنها یک یادگار مقدس بود، بلکه به عنوان یک سلاح جنگی هم به کار میرفت. بنی اسرائیل با این صندوق به میدان جنگ میرفتن و یکی از شگفت‌انگیزترین رویدادها در جنگ اریحا رخ داد. بنی اسرائیل به مدت 7 روز با صندوق عهد دور شهر اریحا راهپیمایی کردند. اونا باید 7 روز تمام با همراهی صندوق دایره‌وار دور شهر میچرخیدند. در روز 7م دیوارهای شهر ناگهان فرو ریختند و بدون هیچ گونه دخالت مستقیم باستانشناسان در کاوش‌های اریحا متوجه شدند که دیوارها نه به سمت داخل بلکه به سمت بیرون فرو ریخته شدند. این نشون میده که نه از حمله دشمن بلکه از یک انفجار قدرتمند داخلی دیوارها فرو ریختند. این موضوع ایده یک انرژی صوتی یا حمله فرکانسی رو به ذهن میاره. شاید یکی دیگه از قدرت‌های ناشناخته صندوق عهد این باشه. صندوق مقدس که به دستور حضرت موسی علیه السلام ساخته شده بود، ابتدا در بیابان حمل شد. سپس در زمان حضرت سلیمان علیه السلام، پسر حضرت داوود علیه السلام، در معبد اول معروف به معبد سلیمان در اتاقی به نام قدس الاقداس قرار گرفت و اونجا نگهداری شد. اما در سال 586 پیش از میلاد، نبوکدنصر پادشاه بابل به اورشلیم حمله کرد و معبد سلیمان رو ویران کرد. قوم یعود به تبعید فرستاده شدند و از اون لحظه صندوق عهد از تاریخ محو شد. از اون روز تا امروز همه دنیا درباره مکان صندوق عهد گمان زنی میکنن. برخی منابع میگن که صندوق به بابل برده شده، در حالی که عده‌ای معتقدن که پیش از محاصره اورشلیم کاهنان اون رو مخفیانه منتقل کردن. بعضیا میگن توی اتیوپی، بعضی از سردابه‌های عمیق واتیکان حرف میزنن و عده‌ای معتقدن که در ایاسوفیا یا کاوش‌های تارسوس پیدا شده و گروهی دیگه گمان میکنن که در دور افتاده ترین و سردترین نقاط جهان زیر یخ‌های قطبی پنهان شده. الان به سندی جنجالی از سازمان سیا میرسیم که ادعاها درباره مکان صندوق عهد رو یک قدم فراتر میبره. سازمان سیا تنها یک نهاد جاسوسی نیست. این سازمان تحولات سیاسی، نظامی، تکنولوژیکی و حتی عرفانی جهان رو از نزدیک رصد، کنترل و گاهی هدایت میکنه. در دوران جنگ سرد اونا نه تنها دولت‌های دشمن رو زیر نظر داشتن، بلکه با بودجه‌های کلان پروژه‌های مخفیانه‌ای در زمینه تحقیقات فراتبیعی
معنوی، قدرت ذهن، دوربینی، تلپاتی و انتقال آگاهی انجام میدادند. سند مورد نظر به تاریخ 5 دسامبر 1988 بخشی از برنامه‌های مخفی به نام پروژه سانسترایک که با روش دوربینی یا ریموت ویوینگ تهیه شده. هدف سند به وضوح ذکر شده: دسترسی به هدف در مختصات داده شده و توصیف آن. مختصاتی در سند ذکر شده که کمی بعد به اون میرسیم. نکته قابل توجه دیگه اینه که به عامل دوربینی با کد ویورس F32 هیچ اطلاعاتی جز مختصات داده نشده و وظیفه اون تنها توصیف شی در اون مختصات بوده. طبق سند هدف به وضوح صندوق عهد اعلام شده. مأمور 032 در این عملیات مشاهدات خودش رو اینگونه توصیف میکنه: هدف یک محفظه است. داخل این محفظه دیگری قرار داره. این هدف از چوب، طلا و نقره ساخته شده و شکل اون شبیه به یک تابوته که با پیکره‌های فرشتگان 6 بال یا سرافین تزیین شده. این هدف در جایی در خاورمیانه قرار دارد، زیرا زبان گفتگو در آنجا شبیه به عربی به نظر میرسد. در میان سازه‌های اطراف گنبدهای مساجد دیده می شود. افرادی که در منطقه مشاهده شدند تقریباً همگی لباسهای سفید پوشیدند با موهای سیاه و چشمانی تیره. به ویژه یکی از افراد مورد توجه سیبیل سیاهی دارد. هدف در مکانی مخفی، زیرزمین و در محیطی تاریک و مرطوب پنهان شده. تمام ویژگی‌های مربوط به مکان هدف اینطور توصیف شده: هدف این محفظه گرد هم آوردن یک قومه. این موضوع با مراسم یادبود، ادای احترام یا رستاخیز ارتباط داره. هدف دارای ویژگی‌های معنوی، حاوی دانش، درس‌ها و اطلاعات تاریخی که بسیار فراتر از دانسته‌های الان ماست. این هدف توسط موجوداتی محافظت میشه و تنها افراد مجاز میتونن که در زمان مناسب اون رو باز کنن. بنابراین اینکه آیا این محفظه اکنون قابل باز شدنه یا نه تنها در زمان مقتضی مشخص خواهد شد. وقتی که زمانش برسه مکانیزم قفل این محفظه بسیار ساده به نظر خواهد اومد. اما کسایی که بدون مجوز یا با زور خواستن که اون رو باز بکنن توسط موجودات محافظ یا نیروی ناشناخته برای ما نابود خواهند شد. الان به بخش هیجان انگیز داستان میرسیم: مختصات ذکر شده در سند. اما اینجا نکته کوچیک اما مهمی وجود داره. هرچند این سند جزئیات تاثیرگذاری ارائه میده، همه کارشناسان این کشف رو با جدیت یکسان قبول ندارن. جو مکمونیگل، سرگردی بازنشسته ارتش آمریکا که سالها برای سیا کار کرده و به عنوان دوربین شماره 1 شناخته میشه، میگه که چنین جلساتی برای یافتن آثار تاریخی لزوما قابل اعتماد نیستن. البته حقیقت رو خدا میدونه، اما فکر میکنم اگه واقعا اون رو به دست آورده بودن نمیگفتن که بفرمایید اینم صندوق عهد. به هر حال نکته جالبی درباره مختصات سند وجود داره. در توصیفات اومده که صندوق در جایی در خاورمیانه است. اما عجیب اینه که وقتی مختصات سند رو در گوگل ارث وارد کردم منو به جای کاملا متفاوت و بسیار شگفت انگیز برد: جزیره سوالبارد، یکی از منزوی ترین و یخزده ترین نقاط زمین. برجسته ترین ویژگی این جزیره همونطور که شاید به خاطر بیارید وجود انبار روز قیامته. انباری که رسما مخزن جهانی بذر نام داره. این مخزن در این جزیره تحت مالکیت نروژ و نزدیک به قطب شمال درون کوهی ساخته شده و برای حفاظت از بذرهای تمام گیاهان کشاورزی جهان طراحی شده. این مرکز عظیم که در سال 2008 افتتاح شد به عنوان نوعی بیمه حیات برای بشریت در برابر فجایع جهانی مثل جنگ، قحطی یا بحران اقلیمی عمل میکنه. میلیون ها بذر از برنج گرفته تا گندم، ذرت و گوجه فرنگی در دمای منفی 18 درجه سانتیگراد تحت حفاظت ویژه نگهداری میشن. حتی اگه برق قطع بشه، سرمای قطبی محیط رو به طور طبیعی حفظ میکنه. امید بقای بشریت در برابر سناریوهای آخرالزمانی توی این انبار زیر یخ نهفته شده. اینکه مختصات سند سیا به این جزیره اشاره داره واقعا قابل توجه. این موضوع ناخودآگاه این سوال رو به ذهن میاره که آیا صندوق عهد رو از اون کشور خاورمیانه‌ای که توی سند ذکر شده به اینجا منتقل کردن؟ بلافاصله یاد خبری افتادم که سالها پیش براتون تعریف کرده بودم. روزنامه معروف انگلیسی دیلی استار خبری منتشر کرده بود که در جهان سر و صدای زیادی به پا کرد. طبق این خبر در سال 2015 طی کاوش‌هایی در اطراف کعبه
شب اشیای تاریخی مرموزی در اعماق زمین کشف شده بود که ادعا میشد که صندوق عهد هم جزو اونهاست. اما جالبترین بخش ماجرا اینجا بود. روزنامه مدعی شد که این صندوق مخفیانه توسط عربستان سعودی به روس‌ها تحویل داده شده و ارتش روسیه اون رو به منطقه یخزده به یک پایگاه قدیمی نازی‌ها منتقل کرده. حتی ادعا میشد که همون سال حادثه معروف سقوط جرثقیل در کعبه که منجر به مرگ 107 نفر شد ممکنه که با این عملیات مرتبط بوده باشه. به عبارتی هنگام خارج کردن صندوق چیزی اشتباه پیش رفته و این ماجرا به عنوان یک حادثه جلوه داده شده. علاوه بر این کلیسای یخی منزوی که روسیه در همون دوره در گوشه‌ای دور افتاده از قطب جنوب ساخته بود به بخشی از این نظریه تبدیل شد. آیا ممکنه که مکانی که در روایات به عنوان قطب جنوب ذکر شده در واقع جزیره سوالبارد باشه؟ به نظر میرسه که اطلاعاتی که امروز دربارش صحبت کردیم به شکلی با این شایعات قدیمی و همچنان مرموز همخوانی دارن. جهان امروز شاید نه تنها در آستانه یک تحول سیاسی، اقتصادی یا تکنولوژیکی بلکه در لبه یک تیغ عمیق و ناشناخته قرار داشته باشه. انگار اشیای باستانی و مقدس که هزاران سال زیر خاک و یخ‌ها پنهان بودن حالا دارن یه تکونی میخورن. اما سوال اینجاست، وقتی که حقیقت آشکار بشه آیا جهان برای اون آماده خواهد بود؟ خوشحالم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی و یک موضوع شگفت‌انگیز دیگه شما رو به خداوند پاک میسپارم. به امید دیدار.